سلام به برابکس وارزون باز. امروز اومدیم چیکار کنیم؟ امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجوری هم وارد وارزون بشید هم وارزون کلا دانلود کنید. امیدوارم خوشتون بیاد. حتما لایک کنید، سابسکرایب هم یادتون نره و زنگوله رو بزنید. خب آقا، برای جفت این کار هم ورود به بازی هم دانلود بازی به یه وی پی ان نیاز دارید کلا. بعد وی پی ان هم یو تی وی پی ان اگر دارید که هیچی، اگر ندارید توی همین ویدیو تو دیسکریپشن برید و اونجا هستش، هم لینکش از دانلودش هست، هم لینکش از پلی استور هست، لینک دانلودش از پلی استور، هم که خود وی پی ان اونجا براتون قرار میدم که راحت دانلودش کنید اگر نتونستید وارد گوگل پلی بشید. خب آقا، اصلا کلا شما خواستید وارد گیم، حالا گیمایی که مثلا فیلترن محدود به مثلا کشوری ان، مثلا وارزون که مثلا نروژ داره، سوئد داره، فقط آلمان داره، مثلا فقط این کشور رو داره، مثلا با این میتونید راحت واردش بشید. خب توی گوگل پلی هم خواستید مثلا چیز دانلود کنید غیر از بازی، این راحت براتون میاره. یو تی وی پی ان رو وا می‌کنیم، این که هیچی. خب حالا میرسیم به بحث مهمش. یک، اینجا اون بالا که نگاه کنید سه تا گزینه دارید، 4 تا. یکی آله که همه سرورها رو بهتون نشون میده، یکی ببخشید یکیش نورماله که مثلا سرورهای مثلا معمولی، اونایی که مثلا برای کشور مثلا آمریکا و مثلا اروپا و مثلا اقیانوسیان که اونجا نوشته بود. اون یکم دانلودینگ نورمالش مثلا برای کارهای مثلا روزمره، مثلا مثل گوگل میخواد بری و اینا. خب یکی دیگه دانلودینگ که برای دانلوده، که هیچ کدوم از اینا رو من تا حالا تست نکردم چون قبلا اینا نبود، اصلا همچین گزینه‌ای نبود. من از خیلی وقت پیش وی پی ان دارم و آپدیت داده اصلا این گزینه اومده و هیچ کدومو تست نکردم. مثلا اینو تست کنم ببینم واقعا کار میکنه. آره، دانلودینگش برای اینم کار میکنه. مثلا میتونید برای دانلود از اینا استفاده کنید، ولی اونی که من بهتون میگم، اون کاری که من دارم میکنم که من راضیم، حالا میتونید خودتون تست کنید، اینه که تو قسمت گیمینگ بیاید، فقط بیاید قسمت گیمینگ رو بزنید. این بالا وای چقدر پیام میاد برام. خب قسمت گیمینگ رو بزنید. خب اگر مثلا به این کلا سرورای از کالا و 3 تاشو فقط داره، یکی سوئد داره، یکی آلمان داره، اون یکی هم استرالیا، که استرالیا رو اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم، استرالیاش خیلی ضعیفه، من تست کردم، حالا خودتون هم تست کنید، ولی سوئدش از آلمانش هم قوی تره، خیلی سوئدش خوبه. خب آقا، اگر چیز هستید، اگر ایرانسل هستید، این پایین دو تا این پایین یه گزینه دیگه هم هست که نوشته سلکت پایلوت. روی اینجا که بزنید، اول این که نمیشه اینترنت قانونی، اگر خواستید به سرور با ایرانسلی دو میخواید به سرور سوئد وصل بشید، همین روی اینترنت قانونی یا که علامت سیم کارت سفیده رو همون بزنید و سرور سوئد رو انتخاب کنید. که الانم تست میکنم، اینا راحت الان به همین صورت اینجا نوشته کانکتینگ وصل شد. خب حالا دیسکانکت میشم. خب حالا اگر خواستید به سرور آلمان وصل شید، حالا من با این تست میکنم نمیشه، با ایرانسل خواستید به سرور آلمان وصل شید، همون سلکت پایلوت رو میزنید، اینجا نمیشه پایین نوشته کنارگذر ایرانسل و شکلش هم شبیه همون ایرانسل، بالاش هم نوشته ایرانسل، میزنید و سرور آلمان رو انتخاب میکنید و وصل میشید. حالا من دیگه خطا وصل نمیکنم طول میشه. حالا اونایی که همراه اول هستن کارشون راحت تره. تو پایین ایرانسل همراه اولی رو گذاشته که نوشته MCI، اونجا پکیج 1 داره، پکیج 2 داره، پکیج 3 داره، که پکیج هر کدوم از اینا رو بزنید هیچ فرقی نداره، توی سرعتاشون فرقشون که سومیش رو من تست کردم سرعتش از همشون بهتره، که آقا سومی رو انتخاب میکنید. اگه ایرانسلی به هر کدوم از اینا رو خواستید، هر کدوم از این سرورها خواستید، من تست کردم تقریبا با همشون شد، همشون که بیشتریاش اونایی که برای وارزون نیازه شد کامل آورد، هم آلمان آورد، هم سوئد آورد، استرالیا رو فکر کنم یادم نیست ولی فکر کنم تست کردم، ولی سوئدش هم برای اول هم برای ایرانسل قویه و بهتون سوئد رو پیشنهاد میکنم. حالا برای اینکه وارزون دانلود کنید، الان من ایرانسلم و سوئد رو میخوام وصل کنم، تو سوئد اصلاش قوی‌تره، اولین سفیدی رو انتخاب میکنم، اینترنت قانونی رو وصل میشه. خب به همین صورت وصل. حالا میای چیکار می‌کنی؟ میای تو پلی استور راحت میزنی پلی استور، سرعتش هم خیلی خوبه، راحت برات بالا میاره. اینجا چی می‌نویسی کال آف، من خودش قبلا چک کردم، اینا راحت برات اینجا میاره که من حالا دانلود کردم دیگه هستش. حالا یه موقع هست میزنی اصلا کلا برات نشون نمیده هیچی، اصلا بازی‌ها رو همه چی میاره، فقط وارزون نمیاره، اصلا نگاه همچین بازی وجود نداره. اون دو تا مشکل داره، یک این که اولیش که اصلا کلا با گوشیت ناسازگار باشه، یعنی اصلا کلا رو گوشیت نیاد وارزون. دومیش چیه؟ دومیش اینه که مثلا اون گوگل پلی که رفتی توش، مثلا قبلا مثلا رفتی تو گوگل پلی به یه سرور دیگه با یه وی پی ان دیگه و اون روی اون سرور مثلا هنوز هستش و هنوز سرور جدید تو مثلا هنوز انتخاب نکرده، هنوز نفهمیدی که تو سرور تغییر کرده. خب حالا تو این موقعیت بعد چیکار کنی؟ میای بیرون کلا اپو میبندی، پلی استور روی پلی استور نگه می‌داری، اونجا نمیشه اپ اینفو، روی اون اپ اینفو میزنی، این پایین کلیر کش کلیر دیتا، توی سامسونگ نوشته استوریج میزنی تو استوریج و اونجا کلیر کش و کلیر دیتا اون پایین هست، توی شامی همینجا نوشته کلیر دیتا میزنی روش، اول کلیر کش بعدش هم کلیر دیتا رو میزنی، کلا داده های پلی استور پاک میشه و هیچ چیزتون پاک نمیشه، فقط داده های پلی استور پاک میشه و هیچ چیزی از گوشیتون و اینا هیچ چیزی کم نمیشه. و وقتی دوباره انگار اپو انگار تازه گوشی رو گرفتید و وارد اپ شدید، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. الان که بزنید و وارزون رو بزنید به احتمال 99% براتون میاره، اون 1% هم چیه که اینکه با گوشیتون ناسازگار باشه. حالا میخوایم بریم وارد وارزون بشیم. حالا بعد چیکار کنیم؟ میخوایم وارد وارزون بشیم. آقا وارزون حجم برنامه‌اش خودش بخواد دانلود کنی یکی بخورده‌ایه، میری توش هم که بعد فکر کنم 6 گیگ آره فکر کنم 6 گیگ دانلود داره، نه البته حجم 7 گیگ دانلود داره تقریبا، آره که با حجم خود بازی میشه همون 8 گیگ. خب آقا دانلود کردی، دیتا رو همه چی هم دانلود کردی، وارد بازی میشی. الان من وارد بازی شدم، سرورم هم سوئد، نتم که لودینگش خیلی سریع داره میره، خود قویه. اون پایین که هیچی داره لود میشه.
حالا شاید پینگم حالا زیر 160 نباشه نتونم بازی بکنم، ولی تا اینجا که یه خورده قوی بوده. خب آقا شما اگه اولین بار وارد بازی بشید اون پایین سه تا گزینه براتون داره. یه دونه گزینه داره که ساین اینه، بزن اول یکیش لاگینه که سمت چپیه که یعنی چی؟ یعنی ورود به بازی. یعنی چی ورود به بازی؟ یعنی که شما قبلا یه اکانتی رو داشتید، حالا توی وارزون یا کلا اکانت اکتیویژن داشتید و میخواید همون رو بیارید برای وارزون بازی کنید. تاکید میکنم اگر کال آف موبایل بازی کردید و خواستید اون اکانت رو بیارید و با این بازی کنید نمیشه و بعد یه ایمیل جدید رو بسازید اگه دارید از اون استفاده کنید. حالا بغلش چیه؟ بغلی ساین میگه، یعنی چی؟ یعنی ثبت نام. یعنی که شما اصلا هیچ اکانتی ندارید ولی ایمیل دارید و رو اون که بزنید وارد سایت اکتیویژن میشید و دیگه یه اکانت می‌سازید دیگه، خیلی راحته، کار خاصی نداره. ایمیلتون رو میزنید، یه پسوردش رو میزنید و حالا براتون یه کد ارسال می‌کنه توی ایمیلتون یا حالا هر چی. بغلش یه پلی از گست. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مهمان شما بازی می‌کنید. یعنی چی؟ نه اکانت دارید نه هیچی و فکر کنم نمی‌تونید با دوستاتون یعنی اکانت دوستتون رو بزنید و باش بازی کنید، حتما باید اکانت بسازید. ولی می‌تونید همینجوری اگر نخواید اکانت بسازید و خودتون تک برید بازی کنید، می‌تونید اون رو بزنید. که خیلی کار اگر همینجوری الکی می‌خواید بازی کنید و تست کنید بازی رو به نظر بزنید. ولی اگر پلی از گست رو بزنید و مثلا لولتون رو یه جایی ببرید و بازی رو پاک کنید دیگه نمی‌تونید هیچ وقت برش بمونید و اگر اکانت بسازید راحت بازی رو پاک کردید دوباره رفتید می‌تونید اکانتتون رو برگردونید. حالا نمی‌دونم الان نتم خیلی قوی باشه یا نه که بخوام بازی بکنم. وارد بازی که شدید علی هم هست، درخواستش رو قبول می‌کنیم. بله علی هم هست. حالا علی آره مچ رو استارت کرد. آره ببینید اون پایین نوشته سرچینگ فور مچ، بعد نوشته کوچکتر از علامت کوچکتر از و 135 MSP. یعنی چی؟ وقتی همین چیزی رو بهتون نشون داد یعنی که پینگتون زیر 160 که کلا زیر 160 بشه بتونید بازی رو انجام بدید و وارد مچ بشید و که الان کانکتینگ شده داره وارد مچ میشه. بعد پینگتون زیر 160 باشه تا بتونید وارد بازی بشید و کلا بتونید برید و پلی بدید. اما اگه بالای مچ باشه میگم مثل کانکتینگ و یک اروری بهتون میده که کلا مثلا میگه اگر VPN دارید خاموش کنید و یا اینترنتتون رو چک کنید. کلا همچین اروری بهتون میده که اون ارور فقط دلیلش همینه که زنگم داد. تنها دلیلش هم اینه که نتتون ضعیفه و هیچ دلیل دیگه‌ای هم نداره. وات رفت مچ مولتی براش با شده. وات دیگه من دیروز تست کردم مچ مولتی اصلا نداره. اوکی آقا این بود از اینکه چجوری وارزون رو دانلود کنید و وارزون بازی کنید و پلی بدید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنید. این ویدیو خیلی کوتاه بود میدونم و فقط برای این بود که چجوری بازی دانلود کنید. این دومین ویدیو چالش این دومین ویدیو چنل که امیدوارم خوشتون اومده باشه و قطعا بازم اینم حتما ویو نمیخوره این ویدیو قبلی که اونو چند تا از رفیقام اندازه چیز کردن ولی شاید هم ویو بخوره چون شاید خیلی ندونن کسی هم که حسابم ندارن سرچ کنن شاید همچین ویدیویی براشون بیاد دیگه نمیدونم. آقا امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما لایک کنید اگر ویدیو رو نگاه کردی. اگر کسی هستی اصلا که ویدیو رو نگاه کردی حتما لایک کن. کامنت هم دمت گرم تا اینجا اومدید یه کامنت بذار هرچی اصلا یه قلب بذار سری قلب بذار برو. دمت گرم. زنگوله اگرم ساب کردی زنگوله رو بزن. دمت گرم.